در تاجیکستان و جهان در هفته نو کاری 11 سپتامبر چی میگذرد؟ من شعله گلخوجه شما را استودیو مرکزی رادیو آزادی آشنا میکنم. روز بخیر. امروز در برنامه مقامات سنت پتربورگ روسیه گردهمایی بدون اجازت حامیان مسلمانان میانمار را پراکنده کرد. کسی بازداشت نشده است. مقامات عراقی میگویند که در بین 1400 زنان و کودکان جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی که در کنار مفصل نگاه داشته میشوند توجیکان نیز هستند. و با جان بازگشته توجیک در فرودگاه دوشنبه دستور دادند که طبق قانون نو از تشکیل معرکه‌های بدبدبه حاجی زیارت خودداری کنند. در شهر ورشاوا امروز نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا شروع شد که وزیر عالی حقوق انسان در کشورهای عضو را بررسی میکند. این نشست تا 22 سپتامبر ادامه خواهد کرد. بعد چند لحظه دیگر قرار است در نشست وضع حقوق انسان در تاجیکستان بحث شود. صبح 11 سپتامبر حدود 20 نفر از اعضای مخالفان توجیک در نزد بینای این سازمان دست به همایش اعتراضی زده تلاش دارند توجه را به موضوع حقوق بشر در تاجیکستان جلب کنند. خبرنگاری رادیو آزادی بروس پانیر از ورشاوا خبر داد که هیئت حکومتی تاجیکستان تصمیم گرفته است در نشستی مربوط به وضع حقوق بشر و زندانی‌های سیاسی اشتراک نکند. به دست ما خبری رسید که بعد اشتراک در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا هیئت حکومت تاجیکستان این نشست را ترک کرد و دیگر در نشست‌های حاشیه‌ای اشتراک نمی‌کند. آنها گفتند که تنها یک نماینده حکومت در جلسه اشتراک کرده جریان بحث و بررسی‌ها را گوش می‌کند و با همین تمام هیئت رسمی نشست را ترک کرد. در جلسه با تشبث سازمان هیومن رایتس واچ ارزیابی وضع حقوق بشر در تاجیکستان و بررسی آن با شرکت‌داران جریان می‌گیرد. بروس پانیر گفت تشبثکاران جلسه با خلاصه آمدند که همایش را با شرکت‌داران دیگر از جمله نمایندگان جامعه مدنی و مخالفان توجیک در خارجه ادامه دهند. ما این نشست را پیگیری داریم و وبسایت ما را دنبال کنید. با رفت بحران در میانمار نمایش‌های اعتراضی به جانبداری مسلمانان روهینجا در هر گوشه دنیا از جمله در روسیه ادامه دارد. با وجود آنکه شهرداری سنت پتربورگ برای برگزاری تظاهرات اجازت نداد، ولی روز گذشته 10 نفر مسلمانان در میدان دوارتسووا جمع آمدند. در میان شرکت کنندگان جوانان توجیک نیز بودند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر. روز یکشنبه پلیس سنت پتربورگ گردهمایی بدون اجازت تخمینا 150 جانبدار مسلمانان میانمار را پراکنده کرد. در نواری که خبرگزاری فونتانکا نقطه رو در شبکه یوتیوب گذاشته است، صدای تاجیکان هم شنیده می شود. نظر میرزاده رهبری جمعیت سامانیان در سنت پتربورگ به رادیو آزادی گفت که آنها از جوانان تاجیک خواسته بودند که بر راهپیمایی غیر رسمی همراه نشوند. تا جای معلوم است پلیس کسی را بازداشت نکرد. از این پیشتر در مسکو چچنستان به طرفداری مسلمانان روهینجا تظاهرات تشکیل شده بود. در حالی که هر روز هزارها فراری مسلمان از میانمار به بنگلادش میآیند، سازمان‌های خیریه پایگاه‌های توزیع غذا و دعوا تشکیل کردند. آخر هفته گذشته سازمان ملل متحد تاکید کرد که در دوام 2 هفته گذشته نزدیک به 300,000 مسلمان روهینجا از خشونت در میانمار فرار کرده حالا به کمک اولیه نیاز دارند. در اردوگاه‌های کاکس بازار اداره کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به فراریان گرسنه و وحشت زده یاری می‌رساند. ولی موج فراریان در راه به بنگلادش است و سازمان ملل متحد کمک بیشتر به پناهندگان را درخواست کرده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دیروز وزیر کارهای خارجه روسیه در پایان یک نشست به همتایش از عربستان سعودی پیشنهاد کرد که قطر و کشورهای عربی برای رفع بحران 3 ماهه مستقیما سر میز مذاکرات نشینند. ولی به نظر می‌رسد که موقع عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر تغییر نیافته است و آنها باعث پیش شرط از قطر اجرای 13 طلب را خواستند. ادامه موضوع از عبدالله اشرف. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف کشورهای عرب و قطر را به مذاکرات مستقیم برای رفع اختلاف نظر و احیای اتحادیه ممالک منطقه دعوت کرد.
در شهر جده عربستان سعودی بعد گفت و شنید با وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی عادل الجبیر لاوروف گفت ما تصدیق کردیم که جانبدار حل اختلافات با واسطه مذاکرات مستقیم هستیم که در آن نگرانی ها آشکار شده راه حل با نظرگیری منفیت تمام طرفهای بحث پیدا شود. ابتدای ماه ایون عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب و مصر قطر را با پشتیبانی از تروریسم متهم کرده روابط با این کشور را قطع نمودند. در نشست مطبوعاتی وزیر سعودی بار دیگر تکرار کرد که برای رفع اختلاف‌ها و احیای روابط دیپلماتی قطر باید 13 طلب کشورهای عرب را اجرا کند. عدم دعم الارهاب، عدم تمویل الارهاب، عدم پشتیبانی و سرمایه‌گذاری تروریسم، قطع تقدیم پناهگاه به خارجیان فراری، متوقف نمودن توسعه نفرت و افراطگرایی در منطقه، قطع دخالت در امور داخلی ممالک دیگر. این همان 13 طلب می باشد که به توسط کویت به قطر رساندیم. تا زمانی که قطر این تقاضاها را اجرا نکند موقع کویت و ایالات متحده آمریکا تلاش دارند در بحث 3 ماهه کشورهای عرب با قطر میانه روی کنند. ترکیه باشد به نشان دستگیری از قطر به این کشور ثروتمند سرباز ارسال نموده است. برنامه دوم میدیم. خبرگزاری رویترز میگوید مقامات عراق حدوداً 1400 زنان و کودکان جنگجوی خارجی عضو گروه به نام دولت اسلامی را در یک پناهگاه در موسول نگاه می‌دارند. در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. ملانی مرخم سخنگوی شورای نروژی در امور پناهندگان که در عراق و در میان پناهنده‌ها کار می‌کند در صحبت با رادیو آزادی گفت شمار شهروندان تاجیکستان در میان این زنان و کودکان شاید از 10 نفر بیشتر نباشد. بعد ظهر گروه به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق از سال 2014 تا کنون بیش از 1100 شهروند تاجیکستان به این کشورها رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند و نه کمتر از 300 نفرشان هم کشته شدند. تاجیکستان توانسته است در 2 سال اخیر 19 خانواده و در مجموع 61 نفر را از مناطق جنگ زده و از راه به سوی عراق و سوریه برگرداند. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان بعد اصلاحات در قانون تنظیم و رسم و آیین تشویش‌ها برای گذراندن مراسم عروسی بیشتر شد. صاحبان توی اکنون در برابر تعداد شرکت‌داران جشن خرسندی خود موظفند فکری سر و لباس عروس و نمود ظاهری مهمانان جشنشان را هم بکنند. سرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد. جشن عروسی پسری رعنا عبیدوه بعد اصلاح قانون تنظیم صورت گرفت. قانونی که مردم را بر رعایت ارزش‌های ملی از جمله لباس ملی موظف کرده است. او میگوید در توی عروسی پسرش تلاش کردند از قانون بیرون پا نگذارند. به دختران خانه کرته اطلس دوزانده به مهمانان گفتند که با لباس غیر به توی حاضر نشوند. توی همه دخترامون رو فهموندیم دادیم که در توی لباس ملی تاجیکی پوشیم بیاین. همشون قانون جمهوری تاجیکستان را رعایت کردند. قانون تنظیم ساکنان را عهده‌دار کرده است در جشن و مراسم لباس ملی را حفظ کنند. حالا در برخی از طربخانه‌ها و خانه‌های عقد نکاح زنان و دختران با لباس پوشیده مثل روسری و یا نیمه عریان راه دادن نمی‌شوند. ЗАГС یا سطرتون کشید داره نه вообще نداره. برخی از خانه‌های عقد نکاح هم با ارسال آگاهینامه به صاحبان جشن تاکید می‌کنند که به مراسم عقد نکاح با سطر نآیند. آگاهینامه قبل از جشن عروسی داده می‌شود و در صورت اجرا نکردن طلبات از طرف صاحبان جشن و مهمانان عقد نکاحی رسمی انجام دادن نمی‌شود. یک عروسی بود که تمام سر و روی او پوشانده بود با لباس فتح پوشیده لیکن صفت سطر داشت. مکیاژ زمانوی کردن و در طربخانه زمانوی اشتراک کرده گذرانیدن معرکه معنای چی را دارد هنگامی که در سر سطر بسته ایم و در بین زن و مرد در یک جایگی میخواهیم که تنتنوی معرکه نکاح ما رو گذارانیم. البته بود حالتی که من این را رد کردم ولی همان زمان اصلاح کردن عروس سرپوشش رو گرفت و با لباس زمانوی واردی طربخانه گشت و در آن حالت ما نکاح او را به قید گرفتیم. مسئولین کمیته دین تنظیم جشن و مراسم ها میگویند هدف از وارد کردن تغییرات در سر و لباس ضمن جشن و مراسم های خانه‌دارشوی ارجگذاری به فرهنگ و حفظ و معرفی لباس ملی است.
این معنای آن را ندارد که مثلا ما منع کنیم که مجبور سازیم. امروز ایده از زنهای ما خود را به زنهای ترک، زنهای ایران و افغانستان مانند میکنند. حقوقدانها تنظیم لباس زنها و حتمی شدن لباسهای ملی را نوعی مداخله با حیات شخصی شهروندان و مخالف به قانون اساسی و معیارهای بین المللی می‌دانند. ساکنان هم اگرچه تاکید می‌کنند ضد لباس ملی نیستند و از پوشیدن آن مخصوصاً در طی جشن‌های خرسندی خوششان می‌آید، اما می‌گویند این امر نباید مجبوری بلکه اختیاری صورت گیرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ورود قرقیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا گردش مال و اشیا در بازار سامانیان نویه لخش را از بین نبرد. برعکس تاجران این بازار واقع در مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان انتظار دارند که این فروشگاه مقام بازاری نزد مرزی کسب کرده بعضی مقررات گمرکی را سبکتر خواهد کرد. اولکان باتابکووا تاجر قرقیزستانی 4 سال است که از ولایت اوش به بازار سامانیان ناحیه لخش خوراکواری می‌آورد و از اینجا به زادگاهش اشیای روزگار می‌برد و می‌فروشد. از آنجا هر هفته چکه و جرغات می‌آورم و از اینجا ظرف‌های آلومینی روزگارداری را به آنجا می‌برم. سودا خوب است زیرا محصولات‌ها هم ارزان و هم صفتش عالی. وارد شدن قرقیزستان به اتحادیه یگانه گمرکی تبادل مال و سودای صاحبکاران را مرکب‌تر کرد، زیرا به گفته آنها تاجران مجبورند پول بیشتر سپارند و رسمیات بیشتر را بگذرند. در گمرک مشکلی های زیاد پیدا می شود، بخصوص از جانب تاجیکستان، ولی با این وجود ما از بحر سودا برآمده نمی توانیم. برای همین می خواستم که کمتر ساده تر می شد. باز هنگام وارد شدن ترانسپورت تاجیکستان به قرقیزستان ما مبلغ معین میسپاریم و برای ما رسید میترسم و اونا همچنین وقتی وارد میشن لیکن نو بازه با اون اونا اعضا نیستن شماره بگیم همون صاحبکارایی که تاجیکستان قدیم سودا و دارودگیری داشتن بیشتر شده است، کم نشده است. بازار در 20 کیلومتری مرز قرقیزستان قرار دارد و کلانترین بازار منطقه به حساب می رود که نه فقط ساکنان ناحیه‌های هممرز بلکه از منطقه رشت نیز برای خرید می آیند. گردش مال در این بازار میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد، ولی بازار مقام رسمی بازار بین مرزی را ندارد. با گفته کارشناسان ساحه در صورت عملی شدن این طرح تاجران از پرداخت گمرکی و تا اندازه از پرداخت انداز آزاد می شوند، ولی از روی تجربه به بودجه کشور فایده کم می آورد. داده گرفته نزد سرحدی اگر باشد برای پس کردن شدیدیت اجتماعی خود مردم بسیار مهم است. البته در ابتدا موقعی که در بودجه دولت یک مقدار پول کمی کند یعنی نرود. صاحبکاران قرقیز میخواهند بازار مقام نزد مرزی بگیرد و تجارت بین دو طرف باز هم گسترش یابد. طلبی که برای اجرا کردن آن سندهای زیاد و رسمیات زیاد در سطح بالا لازم است. و صبح امروز بازگشت نخستین گروه حاجیان توجیک بعد از ادای مراسم حج به وطن شروع شد. در مجموع تعداد حاجیان توجیک امسال 6000 نفر را تشکیل داده قرار است تا 26 سپتامبر همه آنها به تاجیکستان برگردند. همکاران ما میگویند زایران را در فرودگاه دوشنبه رهبریت بخش کمیته کارهای دین و تنظیم مراسم و عنعنه پیشواز گرفتند. فرودگاه دوشنبه امروز نظر به روزهای دیگر پرآدم بود. مردم اینجا منتظر زایران تاجیک هستند که اولین گروهشان از عربستان سعودی برگشت. بازگشت حاجیان از مکه و مدینه روز 11 سپتامبر شروع شد و تا 26 سپتامبر ادامه می‌کند. گروه 186 نفری را در دوشنبه نه تنها خویشاوندان بلکه مقامات هم پیشواز گرفتند تا با آنها مقررات نوی را شرح بدهند که اجازه نمی‌دهد عیادت حاجی ها مثل سالهای پیشین با شکوه صورت بگیرد.
این چند خبرگزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت www.azadi.org در صفحه ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکشون.